درود بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رادیو آزادی است که از شهر پراگ تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم، همراه شما. امروز پنجشنبه 18 اپریل است. نخست از وضع باد و هوا در تاجیکستان میگوییم. بنابر اطلاع اداره باد و هواسنجی، هوای شهر دوشنبه تغییر یابنده دوام روز 25 درجه گرم می شود. حرارت هوا روزانه در ولایت‌های سوخت و ختلان 25 و 29 درجه گرم خواهند شد. حرارت در شهر خاروق مرکزی ولایت کوهستان مختار بدخشان 15 درجه و در ناحیه شرقی همین ولایت مرغاب همگی 8 درجه گرم و شبانه 3 درجه زیر صفر سرد می شود. برنامه را با خبرها از تاجیکستان شروع میکنیم. تاجیکستان و روسیه 17 سند نوی همکاری امضا کردند، اما درباره عفو مهاجران هنوز چیزی گفته نشده است. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار امید کرده بود که روسیه بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کند تا راه آنها به این کشور دوباره بازگردد. سندهای امضا شده از سازشنامه و یادداشت‌ها عبارت هستند، از جمله سازشنامه بین شرکت تالکو و بانک وتب درباره جلب شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی در روسیه، همکاری در بخش سیاحی، همکاری بین وزارت‌های مدافعه دو کشور. ملاقات امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 17 اپریل در کاخ کرملین برگزار شد. پس از انجام این ملاقات پرزیدنت رحمان و پوتین به مطبوعات اظهارات دادند. ولادیمیر پوتین این سخنرانی گفت روسیه نیت دارد در تاجیکستان فعالیت آژانسی اطلاعاتی روسیه سوودنیا مبلغی سیاست‌های کرملین را باز کند. این بار اول نیست که روسیه تلاش دارد نمایندگی این آژانسی را در تاجیکستان گشاید. سال 2014 روسیه با نیت باز کردن نمایندگی این آژانسی خبری تحت برند سپوتنیک حدود 20 خبرنگار را در تاجیکستان استخدام کرده بود. اما با گذشت یک سال روسیه سوودنیا برای دریافت مجوز کار در تاجیکستان از وزارت کارهای خارجه موفق نشد و در پایان سال 2015 خبرنگاران را جواب داد. روسیه سوودنیا آن زمان گفته بود که به دلیل به درازا کشیدن ثبت نام این آژانسی در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سامانه سپوتنیک را فعلا در خارج از کشور راه اندازی میکند. عین زمان خبرنگاران تاجیک زبان این تورنما از شهر مسکو حوادث تاجیکستان را پیگیری میکند. در ادامه سخنرانی ولادیمیر پوتین از سهم مهمی کشورش در رشد بخش انرژی در تاجیکستان سخن راند و گفت نیروگاه سنگتوده یکی با سرمایه‌گذاری این کشور بنیاد شده است تا 10% احتیاجات تاجیکستان را برآورده میکند و عین زمان روسیه مسئله صادرات برخی نیروگاه به کشورهای دیگر را بررسی دارد. این اظهارات پوتین در رابطه با برق سنگتوده در حالی است که تاکنون برق تاجیک یگانه خریدار برق این نیروگاه پول آن را منتظم پرداخت نمی کند و در نتیجه قرضش در نزد نیروگاه به بیش از 1 میلیارد سومانی رسیده است. نیروگاه سنگتوده یک با سرمایه گذاری مشترک دو کشور بنیاد شده، 25% سهم ها در اختیار تاجیکستان و باقی در دست روسیه قرار دارند. سفر رسمی پرزیدنت امامعلی رحمان به روسیه روز 17 اپریل به انجام رسید. در ناحیه شهر توس ختلان حادثه غیر عادی رخ داد که قریب بود با فاجعه انجامد. محمد احمدوی 14 ساله ساکن شهر توس روز 16 اپریل به چرانیدن مال برآمده در راه آهن در میان قطعه خشاده شهر توس خوابش برده است. ساعت 13:40 است زمانی که احمدوف در میانه راه آهن خواب بود قطار می آید، اما ماشینیست پاییز زیکاویدین بهریدین سری وقت او را مشاهده کرده با استفاده از ترمز فوری قطار را باز می دارد. دلشاد شفیزاده رهبر ایستگاه راه آهن شهر توس در صحبت با رادیو آزادی گفت برای چنین کردار نسبتی والدان احمدوف طبق ماده 92 قانون درباره مسئولیت پدر و مادر که فرزند نابالغشان را به نظارت زیر خطر گذاشتن پرونده مأموری باز شده تفتیش ادامه دارد. در صورتی که دادگاه والدان احمدوف را با این بند قانون مجرم اعتراف کنند آنها را جریمه انتظار است. ضمناً در ناحیه اسفره تاجیکستان باشد از والدان مقامات طلب دارند فرزندان خود را به کمیساریات حربی برای خدمت در ارتش حاضر کنند. چند ساکنی شهر اسفره از آن شکایت دارند که زیر فشار سخت مقامات قرار گرفتند تا فرزندانشان را از مهاجرت بازگردانده به ارتش فرستند. چند جوان روز 17 اپریل به رادیو آزادی زنگ زده گفتند که مقامات حفظ حقوق در اسفره والدان آنها را با خود برده و شرط گذاشتند که تنها بعد بازگشت فرزندشان از مهاجرت رها خواهند شد.
مقامات شهر اصفهان تا حال این قضیه را شرح نمیدهند، اما مسئولان محل ها میگویند مقامات کسی را مجبور یا دستگیر و محکم نکردند. با گفته آنها تنها با والدان میفهمانند که فرزندانشان باید بر اساس قانون به ارتش بروند و قرض خود را ادا کنند. عین چنین شکایت را ساکنان جماعت وروخ اصفهان نیز به رادیو آزادی رسانیدند. یک ساکن جماعت وروخ گفت که یک هفته است که مقامات به خویشاوندانش فشار می‌آورند تا 2 جوان مهاجر خانواده را از روسیه بازگردانده به ارتش فرستند. رئیسان محله در هر دو جماعت اصفهان تصدیق می‌کنند که جوانان را از مهاجرت برگردانده به ارتش فرستادند، ولی به گفته رئیسان محله ها این کار مجبوری نیست. دادستان سرپخووا در روسیه از دادگاه برای گیورگی کوزنتسوف ناظر منطقه‌ای محله که در آن هویدا طفل 5 ساله کشته شده تاجیک زندگی میکرد 1.5 سال زندان تقاضا کرد. دادگاه این ناحیه هنوز حکم نهاییش را در نسبت کوزنتسوف صادر نکرده است، ولی پس از مرافعه روز 17 اپریل به حبس پیشکی گرفته شد. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا در صحبت با رادیو آزادی گفت مرافعه نهایی قرار است روز 24 اپریل دایر شود و انتظار می رود در این مرافعه حکم نهایی ناظر پلیس صادر کرده شود. کوزنتسوف در مرافعه دادگاهی عیبنامه را رد کرده خود را بیگناه دانسته است. افسر پلیس شهر سرپخووا گیورگی کوزنتسوف در آن متهم می شود که با شکایت قبلی ساکنان نسبت الکساندر سیامین متهم در قتل هویدای 5 ساله خنک نظری کرده است. ساکنان نسبت رفتار ناجا و توجهی شبهه برانگیز سیامین به کودکان به پلیس شکایت کرده بودند، اما کوزنتسوف آن را نادیده گرفته است. تحقیق پرونده قتل هویدا طلازاده کودک 5 ساله تاجیکی ماه اوگوست سال 2018 در ناحیه سرپخووای روسیه کشته شد انجام یافته برای محاکمه به دادگاه فرستاده شده است. الکساندر سیامین گمان بر اساسی در قتل هویدا تا 2 هفته دیگر در دادگاه پاسخ خواهد گفت. بیننده ارجمند رو می‌آوریم با خبر دیگر. باران زیادی شب 16 اپریل سبب بالا رفتن آب رودخانه ایلاک در ناحیه فیض‌آباد شده به خانه و کشتزارهای 10 خانواده آسیب رسانده است. سیل کشتزار و باغ 14 ساکن دهه سرچشمه را ویران کرد، ولی به گفته ساکنان خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که خطر سیلخیزی تا 24 اپریل باقی می‌ماند. امروز 18 اپریل در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور مرافعه مربوط به مصادره اموال محیدین کبیری رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دایر می شود. قبلا دادستانی کل تاجیکستان برای به نفع دولت مصادره کردن منزل و نقطه سودای کبیری و پسرش روح الله کبیری به دادگاه دعوا پیش آورده بود. سامانه رسمی دادگاه شهر دوشنبه اطلاع داد که عریضه دعواگی دادستانی کل تاجیکستان در دادگاه ناحیه شاه منصور بررسی می شود. روح الله طلازاده که در خارج از کشور قرار دارد گفت این عملی مقامات غیر قانونی است، ولی او دقیق نکرد که این اموال چه مقدار ارزش دارد و در کجا جایگیر است. محیدین کبیری از ماه مارس سال 2015 در خارج از تاجیکستان قرار دارد. سال گذشته دادگاه عالی تاجیکستان او را غایبانه به مدت‌های طولانی زندان محکوم کرد، اما رهبریت حزب در خارج این حکم را دارای انگیزه‌های سیاسی دانست. حزب ممنوع نهضت اسلامی تا سال 2015 در کشور فعالیت می‌کرد. مقامات آن را به برانگیختن به گفته آنها آشوب نافرجام در ماه سپتامبر آن سال عیبدار نموده فعالیتش را منع کردند. نویدی بمدادی رادیو آزادی است و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. اگر شما هم خبر و یا ویدیو دارید پس به ما بفرستید، ما تحقیق میکنیم و خبر درست را به شما میرسانیم. تلفن های ما برای تماس +420 724 053 959 +420 724 056 681. با واسطه ایما، واتساپ و یا وایبر و تلگرام با هر واسطه که خواستید به ما نویسید. رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. اجرا کننده منصب دادستان کل ایالات متحده آمریکا ویلیام بر میگوید امروز شکلی تحریر شده گزارش دادستان خاص رابرت میولر درباره دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 نشر می شود. بر همراه با معاونش راد روزنستین که 2 سال پیش میولر را به این مقام تعیین کرده است نشست دایر نموده در آن گزارش را بحث خواهند کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بارها تحقیقات میولر را تنقید کرده است. میولر احتمال هماهنگسازی اقدام‌های روسیه با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را تحقیق کرده است.
مباحثه دو نامزد به مقام رئیس جمهور در اوکراین دیگر بار دچار بنبست شد. اکنون دو طرف درباره وقت آغاز مباحثه به موافقه نرسیدند. الک مدودیف سخنگوی رئیس جمهور پترو پروشنکو که بار دیگر نامزدیش را به مقام ریاست جمهوری پیشبری کرده است گفت رئیس جمهور در مباحثه روز 19 اپریل شرکت نمی کند، زیرا رقیبش ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد مباحثه از ساعت 4 تا 6 را رد کرده است. انتظار می رفت که مباحثه در ورزشگاه المپی در شهر کیف صورت بگیرد. ستاد انتخاباتی زلنسکی حجم نگار شناخته خبر مباحثه را هنوز تصدیق نکرده است. چند ساعت قبل الک مدودیف اعلان کرد که نمایندگان هر دو نامزد با ورزشگاه قرارداد برگزاری بحث در روز 19 اپریل را امضا کردند، ولی افزود طرفها شیوه‌های برگزاری مباحثه را هنوز بررسی میکنند. به قول او دو طرف شیوه‌های گوناگونی بحث را پیشنهاد کردند و طرف زلنسکی خواسته است که مباحثه ساعتی 7 بیگاه شروع شود. بیننده ارجمند، در این فرصت برنامه با درخواست شما قربی سومونی در برابر دیگر اسعار خارجی را یادرس می‌شویم. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی امروز $1 به 9 سومونی و 43 درم و 1 یورو به 10 سومونی و 67 درم برابر است. اگر پول روسی کار دارید پس 1000 روبل حداقل با 147 سومونی 2 تات می شود. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما در پیشند، ما را همراهی کنید.